بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی نبیه الکریم و علی آله و صحبه اجمعین و من اهتدى بهدیه واستنى بسنته الی یوم الدین. عزیزان دل، امروز درباره حکم روزه صحبت خویش را ادامه میدهیم. ای بندگان الله، روزه داشتن در ماه رمضان یکی از رکنهای اسلام است. الله رب العزت و الجلال میگوید: ای آن شخصانی که ایمان آوردید، بر شما روزه فرض شد، چه خیلی که بر امتان پیش از شما فرض شده بود، شاید تقوا کنید. روزهای بشمار، پس کسی از شما اگر بیمار یا در سفر باشد، موافق روزهای روزه نداشته اش دیگر روزها روزه دارد. سوره بقره آیه های 183 و 84. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند: اسلام بر 5 رکن برپا شده است. گواهی دادن که عبادت شونده بر حق نیست مگر الله و محمد بنده و فرستاده اوست، و نماز خواندن و زکات دادن و حج کردن و روزه رمضان را داشتن است. این حدیثی صحیح است که در امام بخاری و امام مسلم روایت شده است. برای امت محمد صلی الله علیه و سلم روزه رمضان سال 2 هجری فرض شد و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم 9 سال روزه گرفتند. فرضی روزه رمضان از 2 مرحله گذشته است. قبلا اینکه اختیار بین روزه داشتن یا جای هر یک روز به کمبغلان فدیه یا اینکه طعام دادن بود، لیکن روزه داشتن البته افضل تر بود. و دوم فرض شدن روزه و از بین رفتن اختیار. سلمه ابن اقوا رضی الله عنه گفتند: هنگامی که آیه سوره بقره کسی قدرت و توانایی داشته باشد فدیه بدهد که طعام مسکین است نازل شد، کسی خواهد روزه نداشته فدیه میداد، تا اینکه آیه بعدینه اش نازل شد و آیت پیشینه اش را منسوخ کرد. آیت دومی نازل شده این است که الله رب العزت و الجلال امر می نماید: پس کسی از شما اگر ماه را دریافت کند و بیند روزه دارد، و کسی اگر بیمار یا در سفر باشد پس موافق روزهای روزه نداشتهش دیگر روزها روزه دارد. با این آیت الله سبحانه و تعالی روزه را فرض گردانید و اختیار از بین رفت. حدیث متفق علیه است. چون علما به این عقیده اتفاق بستند، در آمدن ماه رمضان با 2 راه فهمیده می شود. اول اینکه دیدن ماه رمضان. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند: اگر ماه را ببینید روزه دارید. این حدیث صحیح بوده، از روایت امام بخاری و مسلم است. البته دیدن ماه برای هر یک کس شرط نیست، واجب نیست، بلکه اگر یک شخصی با علم و باوریناک ماه را ببیند و از آن خبر دهد رروزه داشتن واجب می شود. اما اگر باوریناک نباشد یا چشمش خیره باشد پس سخنش قابل قبول نیست. از ابن عمر رضی الله عنهما روایت می شود که گفتند: ماه را دیدم و با پیامبر صلی الله علیه و سلم خبر دادم، پس مردم را امر کردند که روزه دارند. حدیثی صحیح است، روایت ابو داود و حاکم. کسی ماه را بیند باید به حاکم خبر دهد تا اینکه در آمدن ماه را اعلان کند و مردم را به روزه گرفتن امر نماید. راه دوم 30 روز شدن ماه شعبان است، چون ماه هجری از 30 روز زیاده نمی شود. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند: اگر آسمان ابرناک باشد شعبان را 30 روز پوره کنید. و این حدیث را امام مسلم رحمت الله علیه در صحیح خویش جای دادند. البته روز 30 شعبان روزی شک و شبهه می باشد. از این لحاظ در این روز روزه داشتن جایز نیست، چه خیلی که به این قول جمهور علمای اهل سنت و الجماعت اتفاق بستند. در حدیث دیگری آمده است که عمار ابن یاسر رضی الله عنه گفتند: کسی که در روز شک روزه دارد پیامبر صلی الله علیه و سلم را سرکشی کرده است. روایت ابو داود و ترمذی و نسائی. پس در این مسئله ما باید احتیاطکار باشیم و کل عبادت‌های خود را با اخلاص و مطابق به سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بجا بیاریم. الله رب العزت و الجلال ما را به پیرو شدن هدایت توفیق دهد و ما را از سبب‌های هلاکت و بدبختی نگه دارد و این ماه شریف را برایمان ماه نیکی‌ها و برکات گرداند و ما را به طاعت و عبادتش وادار کند و از راه‌های معصیت و گناه نگه دارد
و گناه هر یکی ما و شما و پدران و مادران و نزدیکان هر یکی ما و شما را ببخشد. و صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین و آخر الدعوانا ان الحمد لله رب العالمین.